واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه و بعد. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی شروع کردیم با بیان احکام غسل و اقسام غسل و اینکه کدام غسل ها واجب است و کدام غسل ها سنت است و این احکام را در روشنایی احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم. و در این قسمتی از برنامه هم صفت غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را همچنان که به ما حضرت عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنها روایت کرده که این هم از جمله خصوصیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که جز ازواج مطهرات کسی به او آگاهی پیدا کرده نمیتونست. لذا زوجه طاهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها به ما در حدیثی که حدیث متفق علیه است، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم را روایت میکنه، این صحابیه جلیل القدر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها و ما صفت غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه غسل میکردن تا که ما بتونیم که در همه امور زندگی خود با او حضرت صلی الله علیه و سلم اقتدا کنیم، چه در بیداری، چه در خواب، چه در وضو، چه در غسل، چه در قضای حاجت و در تمام امور زندگی او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را الگو و نمونه خود قرار بدهیم. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها صفت غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را با ما چنین بیان میکنه: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. حدیث متفق علیه است. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرمایند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که میخواستند که غسل جنابت را انجام بدهند، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اغتسل من الجنابه، هنگامی که میخواستند که غسل جنابت نمایند، یبدأ فیغسل یدیه، شروع به شستن دستهای خود میکردند. در ابتدا قبل از اینکه هر کار بکنند دستهای خود را 3 بار میشستند، چون در روایت دیگه میآید که مرتين او ثلاثا یبدأ فیغسل یدیه مرتين او ثلاثا، پیغمبر خدا دستهای مبارک خیش را 2 بار و یا 3 بار میشستند. ثم یفرغ بیمینه علی شماله، بعد از آن آب را به دست راست خود گرفته بر بالای دست خود چپ خود چپ میکردند، به این معنا که آن ظرفی که داخل از آب می بود اون را به دست راست خود میگرفتند و در بالای دست خود چپ میکردند، میانداختند. فیغسل فرجه، بعد از او پیغمبر خدا فرج خیش را میشستند، یعنی به این معنا که استنجا میکردند. قبل از اینکه استنجا کنند 3 بار دستهای خود را میشستند، بعد از او آب را بر دست چپ خود انداخته استنجا انجام میدادند. ثم یتوضأ، بعد از او وضو میکردند. در روایت دیگه آمده که ثم یتوضأ وضوءه للصلاة، بعد از او امو وضوی را انجام میدادند که برای نماز وضو میکردند، یعنی وضوی کامل را انجام میدادند قبل از غسل کردن. ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعه فی اصول شعره، بعد از او آب را بر دستهای مبارک خود میگرفتند، پنجه های خود را داخل موهای مبارک خیش انداخته داخل موهای خیش را میشقیدند، به این معنا که دستهای خود را تر میکردند، با تاری دستهای خود
داخل موهای مبارک خیش را میشقیدند تا که داخل موهایشان بیخ موهایشان تر شود. ثم حفن على رأسه 3 حفنات. حفن گفته میشه آبی که در پوری دو دست انسان باشه. وقتی که انسان دو دست خود را به این شکل بگیره داخل آب را آب پر کنه، این را حفن گفته میشه. به این معنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 بار دستهای مبارک خود را از آب پر کرده بر بالای سر خود می انداختند. بر بالای سر خود می انداختند. ثم افاض على سائر جسده. بعد از او یک بار بر تمام جسم خود آب را می انداختند. ثم غسل رجلیه. بعد از او در آخر هر دو پای مبارک خود را می شستند. ثم غسل على رجلیه دلالت به این میکنه که پیغمبر خدا وقت هنگامی که وضو میکردن، در وقت وضو کردن دیگه وضوی خود را انجام میدادن، اما پاهای مبارک خود را نمیشستن، پاهای مبارک خود را در آخر میشستن. یک مفهومش است. دیگه مفهومش است که وضو را تکمیل میکردن در ابتدا و در آخر دوباره پای مبارک خود را میشستن، به خاطر که وقتی که انسان جسم خود را میشویه آب مستعملی که از جسمش بر پاهایش پایان میشه، پایش دوباره چتل و ناپاک میشه، دوباره باید پای خود را بشویه. لذا علما بعضیا به این نظر هستند که وقتی که انسان قبل از غسل کردن وضو میکنه پای خود را بگذاره که در آخر بشویه، و بعضیا به این نظر که نه، وضوی خود را تکمیل میکنه اما بعد از اینکه غسل خود را انجام داد در آخر پای خود را دوباره با آب میشویه. این حدیث مبارک دوستان عزیز اولا دلالت به کیفیت غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه غسل میکردن. این کیفیت را حضرت عایشه صدیقه به ما نقل میکنه تا که ما به او در غسل کردن اقتدا کنیم و طریقه غسل کردن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه بوده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولا قبل از استنجا کردن هر دو دست مبارک خود را 3 بار با آب میشستند، بعد از او با دست چپ خود استنجا میکردند و بعد از او وضو میکردن، وضوی کامل میگرفتن و بعد از او دستهای خود را ترک کرده بیخی موهای خود را نرم میکردن، تر میکردن و بعد از او 3 بار بر بالای سر خود آب مینداختن و بعد از او 1 بار بر بالای همه جسم خود آب مینداختن. پس این حدیث اولا دلالت به کیفیت غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میکنه. دوم دلالت به این میکنه که در غسل کردن وقتی که انسان غسل میکنه بر بالای سر خود باید 3 بار آب بندازه، چون موی باید تر باشه، بیخای موی تر شود، اما بر بالای جسمش 1 بار اگه آب بندازه واجب کفایت میکنه، واجب ادا میشه. اما 3 بار یا 2 بار آب انداختن همچنان که امام نووی در شرح مسلم میگه که 3 بار یا 2 بار آب انداختن این امری مستحب است و واجب نیست و این اجماع علما بر این است که 1 بار انداختن آب واجب است و 1 بار آب انداختن واجب ادا میشه و 3 بار 2 بار آب انداختن مستحب است. و همچنین دلالت به این میکنه که وقتی که انسان وضو میکنه به خاطر وضو کردن رفع حدث اکبر لازمی نیست. به این معنی که وقتی که انسان جنوب هم باشه میتونه که وضو بکنه و بعد از او از جنابت خود غسل بکنه. و همچنین دلالت حدیث به این میکنه که دلک یا شقیدن جسم شرط نیست در غسل، فقط مجردی که آب را بر بالای جسم خود بندازه، آب را بر بالای جسم خود روان بکنه و به همه جسمش آب اصابت کنه و برسه واجب ادا میشه و دلک و شقیدن جسم واجب نیست، چون در این حدیث دلک نامده، فقط گفته که ثم افاض ریختاندن آب بر بالای جسم را میگه. اگر فقط بر بالای جسم خود آب را بندازه و آب از همه جسم بر بالای همه جسمی از او جریان پیدا کنه واجب ادا میشه و دلک یا شقیدن جسم شرط نیست، لیکن اگر این کار را بکنه کاری خوب و بهتری است. این بود دوستان عزیز طریقه غسل کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. و در روایت دیگری آمده که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند ثم اتیته بالمندیل فرده. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وضو کردند ما مندیل را آوردم، غسل انجام دادن و وضو را انجام دادن، مندیل را آوردم، روی پاکی را آوردم، پارچه‌ای را آوردم که به او پیامبر صلی الله علیه و سلم روی جسم خود را خشک کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را رد کردند. از این حدیث علما دلیل گرفتن که بهتر و افضل امیست که انسان وقتی که وضو میکنه بگذاره که آب وضویش در جسمش خشک شود و او را با پارچه خشک نکنه و اگر کرد باکی نداره، لیکن سنت و مستحب امیست که بگذاره که
آب وضوش در جسمش خود به خود خشک شود و او را با پارچه خشک نکنه. این بود کیفیت وضوی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای مردها. اما برای خانم ها که دارای موی زیاد هستند، موهای خود را میپیچانند، آیا برای از اونها هم شرط است که باید آب در زیر موهای از اونها اصابت کنه؟ آیا شرط است که وقتی که موهایشان پیچاندگی بوده باشه موهای خود را باز کنن یا نکنن؟ در این مورد هم حدیثی از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند که پیامبر قلت یا رسول الله انی امرأة اشد ظفر رأسی افانقضه لغسل الجنابه. حضرت ام سلمه ام المؤمنین میفرمایند که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم که ما همیشه موی سر خود را بسته میکنم، آیا ما وقتی که غسل جنابت انجام میتم برای ما لازم و ضروری است که ما موی بستگی خود را باز کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات، فقط امی کفایت میکنه که در بالای سر خود 3 بار آب را بندازی، اما باز کردن موی بسته واجب و ضروری بر بالای تو نیست. این حدیث را هم امام مسلم روایت میکنه و این حدیث ظاهرش به می دلالت میکنه، ظاهر این حدیث دلالت کنند و این است که شرط نیست که خانم ها وقتی که موی بسته داشته باشند، موهایشان بسته بوده باشه، موی بسته خود را باز کنند و همچنین شرط نیست که تا آخر در بیخ موهای از اونها آب اصابت کنه. فقط 3 بار بر بالای موی خود بر بالای سر خود آب میندازن، اگر در آخری مویشان اصابت کرد یا نکرد غسل از اونها انجام میشه و واجب از سر از اونها ادا میشه، و اما بر بیخ موها رساندن آب بر بالای از اونها واجب نیست و این قول اکثر و جمهور علماست. اما بعضی از علما گفتن که نه، باید خانم‌ها هم موهای خود را باز کنن و کوشش کنن که آب بر بیخ موهای از اونها برسه و دلیل گرفتن به حدیث دیگری در صحیح بخاری وارد شده که از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که ایشان فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ایشان فرمودن انقضی شعرک واغتسلی. حضرت عایشه صدیقه در حجۃ الوداع وقتی که خواستن که در مشاعر مقدسه غسل بکنن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایشان فرمودن انقضی شعرک واغتسلی، موی خود را باز کن بعد از او غسل بکن. و لیکن بعضی از علما، اکثر علما که به حدیث ام سلمه دلیل گرفتن، گفتن که این حدیث در مورد غسل واجبی نیست، در مورد غسل نه جنابت است و نه در مورد غسل حیض و نفاس است، بلکه برای تطهیر و پاکی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای حضرت عایشه گفت که تو موهای خود را باز کن بعد از او غسل بکن. لذا این حدیث با او حدیث متعارض نیست و حدیث ام سلمه در صحیح مسلم وارد است و حدیث صحیح است و دلالت کننده به این است که برای زن لازم نیست که بس موی بسته خود را در وقت غسل کردن جنابت باز بکنه، فقط 3 بار بر بالای سر خود که آب انداخت غسل جنابت ادا میشه و باز کردن موهایش ضروری و واجبی نیست. و بعضی از علما جمع بین 2 حدیث کردن، گفتن که اگر موی زن کم بوده باشه باز کردن ضروری نیست، اما اگر کثیف و زیاد بوده باشه باز کردن ضروری است. و همچنین بعضی علما گفتن که اگر فرق بین حیض و جنابت کردن، گفتن که در وقت جنابت باز کردنش ضروری نیست چون زیاد پیش میشه، امری است که زیاد پیش میشه، و اما در وقتی که بعد از حیض یا بعد از نفاس غسل میکنه در اون صورت باز کردنش ضروری است و نظر به حدیث حضرت عایشه و جمع بین حضرت عایشه و حضرت ام سلمه. لیکن جمهور علما استدلال به حدیث ام سلمه کرده، گفتن که در هیچ صورت باز کردن موهای زن وقتی که بسته بوده باشه ضروری نیست، چه حیض جنابت بوده باشه چه حیض نفاس و حیض، چه غسل جنابت بوده باشه و چه غسل حیض و نفاس بوده باشه، در هر صورت وقتی که 3 بار در بالای سر خود آب انداخت غسل ادا میشه و باز کردن مویش ضروری و واجبی نیست. و همچنین دلیل گرفتن به حدیث دیگری که امام احمد و همچنین امام مسلم از ابن عمر روایت میکنه که حضرت عایشه صدیقه برشان خبر رسید که ابن عمر رضی الله عنه فتوا به این دادن که زن باید موی خود را باز کنه. حضرت عایشه وقتی که برشان خبر رسید فرمودند یا عجبا لقد كنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد فما ازيد ان افرغ على رأسي 3 افراغات.
خیلی متعجب میکنم از امر ابن عمر که ابن عمر به چیز فتوا میده رضی الله عنه. ما و پیامبر خدا از یک اینا هر دومان غسل میکردیم، از یک ظرف و از یک جامی هر دومان غسل میکردیم و ما فقط جز این که بر بالای سر خود 3 بار آب مینداختم، دیگر هیچ چیزی بر او اضافه نمیکردم، یعنی هیچ موی خود را هم باز نمیکردم. از غسل از جنابت وقتی که با پیامبر خدا غسل میکردیم ما فقط بر بالای سر خود 3 بار آب مینداختم. و یه حدیث هم دلالت به این میکند که باز کردن موی ضروری و واجبی بر بالای زن نیست. و همچنین دوستان عزیز از آداب غسل کردن این است که انسان وقتی که غسل میکنه خود را از انظار مردم پت بکنه، در جای غسل کنه که پتو پنهان بوده باشه و کسی او را نبینه و سبب کشف عورتی از او برای مردم نشوه. در این مورد حدیث ابو داود و امام مسلم و امام نسائی از صحابی جلیل قدر یعلا بن امیه روایت میکنه که ایشان فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز فصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر. صحابی جلیل قدر یعلا بن امیه میفرمایند که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی را دید که در میدان آشکارا، در میدانی که هیچ ستر و دو نبود، در اونجا غسل میکرد. پیامبر خدا از این کاری از او ناراض شد و در بالای منبر بالا شد، بعد از اینکه حمد و ستایش الله متعال را گفت و بر او ثنا گفت فرمودند ان الله عز وجل حیی ستیر، الله متعال ذاتی با حیا و ذاتی است که انسان را همیشه ستر میکنه، ستیر است و الله متعال ستر و حیا را خوش داره. وقتی که یکی از شما غسل میکنه فلیستتر، باید ستر بکنه، در جای غسل بکنه که از انظار مردم در ستر باشه، از انظار مردم پتو پنهان بوده باشه. این حدیث دلالت به این میکنه که غسل کردن در جاهای عام که سبب از این میشه که مردم عورت انسان را ببینه، در اون جاها غسل کردن درست نیست. باید انسان در جای غسل بکنه که عورتش ستر بوده باشه و جای مستور و مخفی بوده باشه تا که سبب کشف عورتی از او برای مردم نگرده و سبب بی‌حیایی و نگرده و تا که مورد غضب و ناراضی الله متعال قرار نگیره. این بود دوستان عزیز بعضی از احکامی که متعلق به صفت غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود و طریقه غسل کردن خانم ها و بانوها. و ان شاء الله بعد از دیدن یک برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستیم با احکام جنوب که انسان وقتی که جنوب بشه باید چه احکام را مراعات بکنه. با ما باشید. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة. هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة. فلست أقدم أمرا علي حبيبي نبي له دعوتي. از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهرورزان را الله مهربان مورد مهر خیش قرار می دهد
پس نسبت به اهل زمین مهربان باشید تا آن که در آسمان است بر شما مهربان باشد. أحب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان نهایت عزیز، در قسمت گذشته این برنامه خدمت شما دوستان عزیز صفت غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کردم که پیامبر خدا چگونه غسل را انجام میدادند و در این قسمت دوم این برنامه با شما احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان میکنم که بیان کننده احکام و آداب انسان جنوب است. وقتی که انسان اصابت به جنابت میکنه، جنوب میشه، باید چی احکام و آداب را مراعات بکنه. اولین از این احکام و آداب این است که وقتی که انسان جنوب بشه باید از خواندن قرآن کریم خودداری بکنه، از گرفتن قرآن کریم و از خواندن قرآن کریم خودداری بکنه، چون الله متعال میفرماید لا یمسه الا المطهرون، این قرآن را غیر از پاکان کسی دیگری باید دست نزنه. لذا انسان وقتی که جنوب میشه به حالت ناپاکی برمیگرده و انسان ناپاک گفته میشه و دست دادن قرآن کریم برای از او جواز نداره و همچنین خواندن قرآن کریم در حالت جنابت جواز نداره. احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده، از آن جمله حدیثی است که امام علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنوبا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را قرآن یاد میداد، برای ما قرآن میخواند تا هنگامی که جنوب نمیبود، یعنی وقتی که جنوب میبود، وقتی که در حالت جنابت میبود برای ما قرآن یاد نمیداد، قرآن نمیخواند، و وقتی که جنوب نمیبود همیشه برای ما قرآن را یاد میداد. این حدیث را اصحاب سنن و همچنین امام مالک رحمت الله علیه روایت میکنه و امام ترمذی حکم به صحت حدیث و همچنین ابن حبان رحمت الله علیه حکم به حسن بودن حدیث میکنه و همچنین روایت دیگری در دارقطنی روایت شده که حضرت علی رضی الله عنه فرمودند امام علی رضی الله عنه فرمودند اقرأوا القرآن ما لم تصب احدكم جنابه فإن اصابته فلا ولا حرفا، شما قرآن را بخوانید تا که یکی از شما به او جنابت اصابت نکند، وقتی که یکی از شما جنوب شد فلا ولا حرفا، پس یک حرفی از قرآن را هم نخوانید، یعنی وقتی که جنوب بوده باشید باید قرآن را نخوانید. و همچنین روایت دیگری از صحابی جلیل القدر حضرت علی رضی الله عنه روایت شده است که فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقضی حاجته ثم يخرج فيقرئنا القرآن ولا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابه. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای قضای حاجت می رفتن و بعد از قضای حاجت هم برای ما قرآن یاد می دادن، یعنی در وقتی به وضو بودن هم برای ما از یاد قرآن یاد می دادن و در یاد دادن قرآن هیچ چیزی او را منع نمیکرد مگر جنابت، یعنی وقتی که جنوب می بودن برای ما قرآن یاد نمی دادن، لیکن در غیر از او در حالت بی‌وضوگی هم برای ما قرآن یاد میدادن و اشکالی نداشت. و این حدیث هم دلالت میکنه به اینکه در وقت جنابت خواندن قرآن کریم یا تعلیم قرآن کریم یا دادن قرآن کریم درست نیست و ناجایز است. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود و امام ترمذی و ابن ماجه از صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، که انسان جنوب و همچنین انسان که در حالت زنی که در حالت حیض بوده باشه هیچ چیزی از قرآن را باید نخوانه، یعنی هیچ جزئی از قرآن را هم باید تلاوت نکنه و نخوانه. مجموع این حدیث دوستان عزیز دلالت به این میکنه که خواندن قرآن کریم در حالت جنابت حرام و ناجایز است و این حدیث جمهور علما دلیل گرفتن و اکثر علما قولشون به میست که خواندن قرآن کریم در هیچ صورت درست نیست، از جمله امام شافعی و امام احمد و امام مالک، الا اینکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرمایند که اگر از یک آیت کمتر بخونه او قرآن گفته نمیشه. قرآن امروز که به یک آیت اقلا یک آیت بوده باشه، از یک آیت کم بوده باشه اون را قرآن گفته نمیشه، لذا از یک آیت کم تلاوت بکنه
باکی نداره، لیکن از یک آیت باشه از او بالاتر بوده باشه، وقتی که بخونه انسان گناهگار میشه و باید این کار را نکنه و خواندن قرآن کریم در حالت جنابت ناجایز و نادرست است. اما عده کمی از علما گفتن که باکی نداره، چون دلیل گرفتن به حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها که در صحیح بخاری است که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یذکر الله فی کل احیانه، پیامبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر حالت ذکر خدا را میکردن و قرآن خواندن ذکر خداست و در هر حالت گفتن که جواز داره و اشکال نداره. لیکن این حدیث مخصص است با احادیثی که ما خدمتتون عرض کردیم که او را از حالت جنابت از این حالت ها تخصیص داده که در حالت جنابت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه خودشان میخواندن و نه برای کسی قرآن یاد میدادن و علاوه بر این امت را هم از این کار منع کردن. پس رأی جمهور علما، رأی مفتابهی و رأی راجی همی است که در حالت جنابت خواندن قرآن کریم و همچنین به دست گرفتن از او به هیچ صورتی جواز ندارد. و از جمله آداب و احکام جنابت دوستان عزیز این است که انسان وقتی که جنوب میشه به حالت جنابت برمیگرده، در او صورت درست نیست که در داخل مسجد بشینه و در داخل مسجد داخل شود و داخل باقی بمانه. و در این مورد حدیثی از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، ما حلال نمیدانم، حلال نمیشمارم داخل شدن مسجد را و شستن در مسجد را و بقا در مسجد را لحائض ولا لجنوب، نه برای شخص حائض، برای خانمی که حیض در حالت حیض بوده باشه و نه برای شخص جنوب، شخصی که در حالت جنابت بوده باشه. این حدیث را امام ابو داود روایت میکنه و همچنین ابن خزیمه روایت میکنه و حکم به صحت این حدیث میکنه. و همچنین حدیث دیگری امام ترمذی از ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنه که ایشان فرمودند دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم سرحة هذا المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا جنوب. حضرت ام سلمه ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل صحن این مسجد شدند، داخل صحن مسجد مبارک خود شدند و فرمودند ان المسجد لا يحل و با آواز بلند صدا زدن که ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنوب، که مسجد حلال نیست داخل شدن در مسجد، بقا در مسجد برای شخص حائض، برای زنی که در حالت حیض بوده باشه و همچنین برای شخصی که جنوب بوده باشه. به این دو شخص داخل شدن در داخل مسجد و شستن در داخل مسجد درست نیست و ناجایز است. لذا علما از این دو حدیث دلیل گرفتن بر اینکه جمهور علما رأیشان به این است که داخل شدن در داخل مسجد و همچنین شستن در داخل مسجد بدون عذر برای شخصی که جنوب بوده باشه و همچنین برای خانمی که در حالت حیض بوده باشه ناجایز و نادرست است. و بعضی از علما از جمله داوود ظاهری این را جواز دادن و گفتن که اصلا داخل شدن چون به این حدیث عمل نکردن، شاید به حدیث برشان نرسیده باشه یا حدیث صحتشان برشان ثابت نشده باشه، لذا به اصل دلیل گرفتن که اصل است که در هر حالت انسان داخل مسجد شده میتونه. اما موضوع ازی که عبور از مسجد، یک شخص در داخل مسجد است احتلام میشه جنوب میشه، یا یک شخص در بیرون مسجد است راهی که میخواد بره غیر از راه مسجد راه دیگری نیست، آیا عبور از مسجد، راه گذشتن از مسجد برای شخص حائض یا به شخص جنوب جایز است یا نیست؟ این علما جواز دادن که وقتی که انسان در داخل مسجد بوده باشه با جنوب میشه احتلام میشه، یا اینکه در بیرون مسجد شخص جنوبی است یا حائضی است میخواد که تیر شوه راهی غیر از مسجد نیست، میتونه که از مسجد عبور بکنه و اشکالی نداره، چون در آیه کریمه است الا عابری سبیل و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا. به هر حال در آیه 6 سوره مائده وقتی که احکام را بیان میکنه میگه که الا عابری سبیل، یعنی شما داخل مسجد نشین در حالت های جنابت و در حالت ناپاکی
الا عابر سبیل، وقتی که مگر در حالتی که شما عبور بکنین، عبور اشکالی نداره. و همچنین حدیثی از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است، امام ترمذی روایت میکنه که ایشان فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ناولینی الخمره من المسجد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه صدیقه فرمودند ای عایشه برای ما جای نماز را از داخل مسجد بته، یعنی داخل مسجد جای نماز را برای ما بیار. الخمره گفته میشه از سجاده، جای نمازی که در بالای از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز میخواندند. فقلت اینی حائض، حضرت عایشه میگه ما گفتم که ما حایض هستم، چگونه داخل مسجد شوم؟ فقال ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تو در دستت نیست، یعنی تو میتونی که دست خود را دراز کنی از داخل مسجد جای نماز را بگیری برای ما بتی. پس این هم به این دلالت میکنه که مجرد داخل کردن دست یا مجرد داخل کردن پای یا اینکه عبور از مسجد جواز داره برای حایض، برای جنوب. اما اینکه داخل مسجد شو و نیت از اینکه اونجا بشینه، در اونجا مکث کنه، در اون صورت حرام و ناجایز است برای کسی که در حالت حیض بوده باشه و کسی که در حالت جنابت بوده باشه. این بود دوستان عزیز احکامی که تعلق میگرفت به غسل و همچنین به جنابت، و در اینجا قسمتی برنامه ما خاتمه مییابه. تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.